پوشن کې بغلا خوار ورغمون رب رحمران مو کلی او شارو رب رحمران مو کلی او شارو لوی نورین د پری راغلی سیلابون شهیدان این درد تنها درد مردم بغلان نیست. این درد تمام مسلمانای افغانستان، اگر از قندهار است، اگر از غزنی است، اگر از لوگر است. این درد ما را اندوهگین ساخته. یک چیز کل مسلمانا ما پیشتر هم گفتم که به دردتان ما اینجا بدون هدف نآمدیم. ما یک احساس گفته، یک درد گفته، یک همدردی گفته اینجا آمدیم. مرد خداوند جل جلاله خصوصا مسلمان به خاطر امتحان آفریده. وقتی که مشکل نباشه، درد نباشه، امتحان نباشه، امی لفظ مشکل که خداوند گفته لفظ مشکل که است این باز بیماناست. حالا ما از خداوند متعال به خاطر شهیدای مردم بغلان و اول سوالی برقه صبر و اجر عظیم میخواهیم و از تمام بنیادهای خیریه ما میخواهیم که از این مردم در دیده و وارثین شهدا کمک بکنن. این انشاءالله کمک آخری ما نیست. ما تلاش داریم که به خاطر تان مساجد و مکاتب و مدارس و شبخانه ها انشاءالله عطاخانه های تان ایجا جور بکنیم. شما بر ما دعا کنین. ما انشاءالله چیزی که در توان ما باشه ما ایجا من حیث یک مسلمان، من حیث یک برادر گفته ایجا میایم انشاءالله هر خدمت تانه میکنیم. شو شایسته بغلان لخاورو سر خاوری